همین گلس مران که ما تاجیک گفته دلمون میسوزه با تاجیک خانمان روز ما را کار نمیکنه میگه کو بگونه با تا چی کار داره هرچی بده میکنه خدمت میکنه ما تاجیک گفته دلمون میسوزه میگه که گشنه سوم ندارم سوم پارت افته خیلی میکنن دیگه چه خیلی باور میکنه. خب خیلی گپوی بچه ها اینجا سکرین شات کرده پارتوتای نمروی زبیربانک شای پارتوت است. نمروی زبیربانک اینمی با نام یلینا. خب این فقط سکرین شات کرده همون سومه که پارتوتای او را سکرین شات کرده این نام دکمن این اکا گفته پارتوتای و خوب گفته با همین تمام کشته تلفن ها پاویزا کشته چورنی کرده شما ما را فریب کردین ساعت خدا میزانتون هزار میپاره خدا نگهدار. خب خیره برادر جبر دیده انا که ایجا زپیس اکران کردگی هنه هم صحبتاشونه در همجا هست وزی میگذارمش گوش کنین. برادر بکر باشی بعد ساری مرا برزنگ بزن مونده خودم پیش از اینه که مقصد چی کرده سلام بردم برای کار از آن خب اکا یکان سوال ما 10 آدمی گفته است بعد اینا با مقصد گپ زده است همون گراجدین راستی خب باشم میرم کار میکنیم ما درست شد آمدن منای وطن میگم ما گراجدانی رسیم انا درست شد از وطن اومدن مونه کارچی جای کار نداریم ایستوسته هرشین شما میکنه بعد بوینه سلام علیکم برادر بو نویسونده جای کار هستی هم ماشینی نویسونده سلام برادر سوزین خوبین سلام اکا ها از زنگش میزنم دیرتر. خب خیلی دلشه گوش میکنیم. برادر جون سلام علیکم سوزین خوبین اگر بکر باشه نه زنگ زنین ما 10 آدمی همجا کار باشه اگر اومانی باشه نورا شرایی که بعد جواب گردم دست اینا پیش من تا نکه مسئولیت کنیم اومانی باشین ما تا بگین مایلا برای که ما اینجا مسئولیت کنیم مسئولیت کن ما میاییم انشالله با درجه خشت و شیطان میکنه مسئولیت که با بانو خدا با انشالله میاییم میگه اکا جون شما راستشت نبگیرین ای بچه ها ادرس شفر میته خیلی با گالا سوای میته بینه که با ساعت یک همجا شیم که اکا ما ساعت ده کردم میرم اکا ما انشالله نیم تکم یک دم اونجا میشویم برادر جون شیطانی میکنه نیم تکم یک دم اونجا میشیم زنگ میزنه این نبو رابشین نیای خیلی بچه نمی کرده اک جدای و با اینا گلوس روی میکنه یا بردگاه سلام علیک حاضر ما تاکسی فریاد کردیم 10 منوت بعد تاکسی بای میکنم و انشالله نیم ساعت 45 منوت پیش نامده میشیم اگر ایلوشتون باشد یک 10 دقیقه پس میگم ماشین پیش مونده میشه نیم ساعت در پیش میشه 45 دقیقه ده گپای شیطانی خودش معلوم است دوری اردم ممکنه برای که خیلی اونجا اومده ما ولی مسلمت میکنین چلی که تاکسی ما 4 دور 200 رو با 10 آدم من فریاد کرده اینا برادر جان یلینا وسیلونا ایل میبروید التماس چیکن که ما اینا تاکسی در 6 دهیم برادر ما اومده سیم راه دهیم هم رویش که اکا جون تاکسی چانقا نشون دیسه چند منوت پس میرسین دیجا چانقا پس 28 منوت نشون دادسته التماس روی که کارتای مس نماد میکنن که با دمی را پر گونجا نفرورن مو او گپ شمیگه میگه سومرایی که سومرایی میکنه برادر 10,000 شروعی میکنه اینه چکش این نکرد که میگه خب میگه با همه تمام پوگیزه میکشش ابله دیگر فریب میکنه آخی اینه دوستان شما نیم در دست همه ابله ها نغلطیم با شما ما را فریب کردین جا نویسنده دستاد خدا میزانتون مقصد باید باج کرده اینه با همین تمام بیاد. خب آنه گلوسه که برادره که ویدیوی جبر دیده را مادرهایی که گلوسه جبر دیده خطی ماشینیک مادر اون کرده است این خیلی هم برادره اکا همینجا نیم آدمی جبر دیده
که مثلا فریب خورده که همه اودان گاز گلاسوی اوی پرتگیم وی مخدم یک ویدیو سره 2 مینوته با داخل میفرستم هم ایمانا هم عینا تو تام نوری خود کچ کردم تو گاب میزنی که من این مردک فریب کرده من این مردک نور کرده من این مردک فریب کرده تو مثلا خود میفرسته کردم. خب این صحبت هاشونه دوستان گرامی چه فریب کرده است. بار دیگه سلام علیکم هموطنان عزیز، امیدوارم که همگی صحت سربلندین. خدا کند که همه خیل باشد. نواره که کیسیم ایکنوی هامیان در دراز شید ماشین قسمی چورش نیکی مایده پایدوش ریسای معلوماتش یک است در رقممون زنگ زد نویسان روان کرد جده صورت گفت که ای در همه طرفی کراسنودارسکی کرای است یک جوشانیم پارتوفت اگر که برادرها از همون طرف باشن خواهش میکنیم که در رقمای ما زنگ بزنن. همین ابلهی که قدر بچه را فریب کرده سوموش نمیگیره خیلی گوش کردن که برادر چه خیلی فریب میکنه. برادر در کارگر در کار است. ما ایره قسمی اولش گذاشته بودیم یک چند روز پیش دوامش اینه امروز میگذاریم گذاشتیم. خب فهم میکنه سومش هم میگیره دیگه چور نمیکنش. نه تنها ایره خیلی خطا میدونه که اگر تماشا کرده باشین چندین نفر رو هم خیلی فریب کرده گه 10,000 30,000 4,000 5,000 تو چند سومی مقصد تونستگیش گرفتگی. خواهش میکنم که اگر از همون طرف کراسنودارسکی کرای اشتباه نکنم نزدیکی همین چورنی موره بود است لوی همون او در همونجا همین قرار داره. یک کس روان کرد میگه که بعضا وقت با یک زنی روسمیه نامش علی است. خب اگر یگان کس باشه همون طرف ده بچه های تاجیکستانی اگر یگان کس باشد چون که به حد از طرف مسکو دور است مقصد در آنجا رفتن هم غیر امکان است. خلاص کلام که باشه اگر در رقم های ما زنگ بزنن ما جوش بگیم کلام طرف تو در گشتنش بگیم بروان دسترس کنن پیشنهادی پیشکشی قانونش کنن یا با قانون خچون بفهمونشان. خلاص کلام خلاصه این اواره که پیش تماشا کردین این همون صحبت های هر جبر دیده و خیلی همی ابلهی ماشینی که است که خیلی فریبش کرده است. صورت هایی که دولا اکران میمونم این صورت های نوشه از همون کراسنودارسکی کرای روان کردن هموای. خب دوستان خودتون احتیاط کنین در فریب همه ابله ها نغلطین ماشینیکو چون که ما یک محتل داره میگه که پاسخته میگه لوی او میده و یه همون وقتی که یگان نیازمند یگان احتیاجمند وقت میکنه میدوند که ضرور است لازم است به هر راه و واسطه کش میکند که فریب کند سومش بگیرد. یک کس حجت گم میکند یک کس یک دردمند است نیازمند است میگه که من فلان دختر مقصد شناس دارم خیلی پیشکی پردپلت پرتانم خیلی فریب میکنه بچرا مردمانی بعضا باورش میکنن. خلاصه مقصد آوازاش علاقه به همه معلوم است چگونه آواز دارد. این خودش توقع نیست این با یک ماشینی که دیگه از پشت زنگ زدگی گویا که اگراجت کردگی هم هست خچه به معنی میگیره میگه که شان شرفی آدم ها را خلاصه که خودش از جنایتکار طرفدار کردن خودش جنایت های خودش همون ابلهی های خودش همون فریبگاری های که میگیره فریبگر پشتگیری میکند. یک کسی دیگه هم خیلی زنگ مزد ولی کمتر اگر در این آره که با فیلم دوام میتیم در نوار آینده میگذاریمش. خلاصه خدا یار مددگارتون خودتون احتیاط کنین.